به نام خدا دوستان سلام عرض میکنم. امیدوارم شاد و سلامت باشید. مبحث استرینگ ها رو با هم ادامه میدیم. توی این جلسه میخوایم یه سری متدهای داخلی خود استرینگ رو ببینیم و بحث پرینت رو با هم پیگیری بکنیم. به طور کلی معمولا آبجکت ها توی پایتون یه سری متدهای داخلی دارن که پارامترها و آرگومان های رو میگیره و اجرا میشه. بسیار بسیار هم کاربردی هستن. ما اینجا یه استی به عنوان استرینگ خودمون تعریف میکنیم و میخوایم روش اینها رو با هم ببینیم. اگر شما این استی رو بعد یه نقطه بذارید و کلید تب رو بزنید، این متدهایی که خدمتتون عرض کردم اینجا میبینید که متدهای زیادی هم هستن. حالا ما از اینها چند تا که یه مقداری معروفتر هستن و یه مقداری کاربردی‌تر هستن با هم میبینیم و البته به راحتی شما میتونید خودتون از اینها استفاده کنید. یه متدی که اینجا خیلی استفاده میشه متد آپر هستش. اگر ما شیفت تب رو بزنیم داکیومنتیشن این متد رو می‌بینیم و همونطور که ملاحظه می‌کنید یه داکیومنتیشن خیلی خوبی داره که توضیحات کافی رو برای ما میده. اینجا داره میگه که اگر شما این متد رو استفاده کردید یه دونه استرینگ به شما برمیگردونه ولی همه اون کاراکترهاش رو آپر کیس میکنه. من اینو اجرا میکنم و ملاحظه میکنید که هلو ورلد فرام پایتون ما رو آپر کیس کردش. البته اگر استی رو بزنیم میبینید که همچنان استرینگ ما سیو شده و هم حالت قبله. اگر بخوایم این حالت اتفاق بیفته باید یه بار این رو توی استرینگ کپی بکنیم که من این کار فعلا نمی کنم. متد بعدی استیل لاور هستش که اینجا میاد و اگر کاراکتری داشته باشه که این کاراکترها حروف بزرگ باشن به حروف کوچیک تبدیل میکنه و برای ما مینویسه. متد بعدی متد کپیتالایز هستش که من میام استفاده میکنم و ملاحظه میکنید که میاد اولین حرف رو برای ما به این صورت بزرگ میکنه و حرف رو تبدیل به حروف بزرگ میکنه. اصطلاحاً کپیتالایز رو انجام میده. یه متد دیگری هم داریم متد کانت هستش. من این رو هم اینجا مینویسم متد کانت. این متد میاد اگر شما بهش یه چیزی بدید، مثلا من بهش برمیگردم و کاراکتر او رو پاس میدم. برای ما تعداد اویی که اینجا استفاده شده حساب میکنه و برمیگردونه. ما الان توی این استرینگمون 4 بار از او استفاده کردیم که ملاحظه میکنید که این رو حساب میکنه و برای ما برمیگردونه. یا اگر الان ال رو به این من بدم، یعنی استرینگ کانت رو بیام برای ال استفاده بکنم، ال رو پاس بدم تعداد ال ها رو میشمره و اون رو برای من برمیگردونه که 2 تا اینجا داریم و یکی هم اینجا داریم. یه متد بسیار کاربردی دیگه که ما داریم متد اسپلیت هستش. این متد میاد استرینگ ما رو میگیره، دیفالتش هم از همین اسپیس هستش و بعد کلماتی که داخل این استرینگ وجود دارن به صورت یک لیست برای ما برمیگردونه. ملاحظه میکنید که الان به این صورت هست. البته میشه اینجا از این متد استفاده کرد و به جای اینکه بخوایم از دیفالت خودش استفاده بکنیم یه کاراکتری رو مشخص بکنیم. اگر ببینید اینجا میتونیم اینجا براش یه سپریتور تعریف بکنیم. مثلا من میام میگم از آر بیا برای من جدا بکن، میام کاراکتر آر رو بهش پاس میدم. ملاحظه میکنید که میاد تا این اولین آر رو میگیره، بعد از اینجا دوباره میاد تا اینجا این رو یه دونه برای ما برمیگردونه و بعد از اینجا تا انتها هم یه دونه. یعنی این لیستی که با آر جدا شده برای من 3 تا عضو داره که حالا البته لیست ها رو جلوتر با هم خواهیم دید. بسیار خوب، وارد بحث پرینتینگ میخوایم بشیم و اون رو با هم ببینیم. برای پرینت کردن ما 2 روش داریم. یه روش دات فرمت هستش و یه روش اف استرینگ. ما هر 2 روش رو با هم کار میکنیم. البته روش دات فرمت متداول تر هستش. روش دات فرمت به این صورت هستش که ما یه استرینگ رشته‌مون رو نوشتیم، جاهایی رو که میخوایم پارامتر پاس بدیم میایم یه آکولات میذاریم و بعد یه دات فرمت مینویسیم و استرینگ هایی که میخوایم اون تو باشه رو اونجا به عنوان پارامتر ورودی یا آرگومان وارد میکنیم. به عنوان مثال من اینجا مینویسم هلو، یه دونه آکولات میذارم دات فرمت و داخل این یه اسم مینویسم، مثلا مینویسم علی که هلو علی رو برای من برمیگردونه. میشه همین دستور رو با پرینت هم نوشت. من پرینت رو مینویسم و همین
دستور رو داخل پرینت میذارم و اجرا میکنیم که ملاحظه میکنید که دیگه این آتپوت رو نداره. میشه این علی رو بالاتر هم تعریف کرد. مثلا نیم رو بذاریم فرض بفرمایید رضا و بیایم بگیم که پرینت هلو آکولاد رو باز کنیم، بعد دات فرمت رو بنویسیم و حالا اینجا این نیم رو که اینجا نوشتیم اینجا به عنوان ورودی پاس بدیم. میتونیم توی این کار چند تا پارامتر تعریف بکنیم. مثلا اینطور عمل بکنیم. بنویسم اپرینت میذارم اول، داخلش میگم که my name is آکولاد رو باز میکنم and I am آکولاد میذارم years old. بعد اینجا دات فرمت رو اضافه میکنم و میام توی اولی اسم علی و توی دومی سی به عنوان سن رو پاس میدم. ملاحظه میکنید که علی رو آورد گذاشت توی اولی و دومی رو آورد گذاشت داخل دومی. توی این دات فرمت اینا خودشون اندیس دارن و ما میتونیم اینا رو با توسط اندیسشون هم بذاریم. ضمن اینکه ما میتونیم همینجا بیایم و پارامتر تعریف بکنیم. یعنی من همین دستور رو الان کپی میکنم، میام اینجا میگم نیم این مساوی با علیه و ایج مساوی با سی و داخل این آکولاد من اینجا می نویسم نیم رو بذار و اینجا می نویسم ایج رو بذار. یعنی اینطوری خب البته همون دستور بالاییه ولی خوانایی بهتری داره و خب راحت تر میشه اگرم جای ایراد داشت بشه آدم با یه نگاه کردن پیداش کرد. ضمن اینکه میتونم این اسما رو عوض بکنم. یعنی من الان همین دستور رو کپی میکنم، اینجا ایج رو میذارم و اینجا نیم رو میذارم، برعکس میکنم که اشتباه باشه. ملاحظه میکنید که عمل میکنه. یه موضوع دیگه همون اندیساست که خدمتتون عرض کردم، اون رو هم با هم ببینیم. ما اینجا یه دونه رشته داریم و این استرینگ ما اینطوری هستش. یه آکولاد اینجا داره که اول میذارم اینو میذارم تست، میگم 1 کاما 2 کاما 3 تا آکولاد باز و بسته میکنم. رشتم که آماده شد میام یه دات فرمت می نویسم، 3 تا رنگ اینجا مثلا اضافه میکنم، می نویسم red green و سومی هم بلک و بعد دستورم رو اینجا اجرا میکنم. ملاحظه میکنید که اول رد رو داده، گرین رو داده، بلک به ترتیب دیگه. من میتونم به جای این بیام داخل اینها و از اندیس استفاده بکنم. یعنی دستور رو کپی میکنم، می نویسم میخوام بلک اینجا باشه، گرین بعدش باشه و رد می نویسم. خب این اندیس 0 اگه باشه، 1 اگه باشه و اینجا 2 باشه می نویسم اندیس 2 رو اینجا بذار، اندیس 1 رو اینجا بذار و اندیس 0 رو هم اینجا بذار. دستور رو اجرا میکنم، ملاحظه میکنید که عوض کرد. و همینطور میتونم همه رو بیام بگم همه رو اندیس 1 به من بده، یعنی همه رو برای من رنگ سبز رو نشون بده که خب ملاحظه میکنید این تست انجام میشه و کاملا به درستی همه رو برای ما سبز داره نشون میده. خیلی کاربردیه، خیلی میشه ازش استفاده کرد و بسیار بسیار مفید هستش. یه موضوع دیگه که ما باید توی این پرینت هامون در نظر بگیریم، پرینت اعداد فلوت ما هستن. معمولا تو اعداد فلوت به این صورت هستش که اولین چیزی که میاد این مقدار ما هستش، بعد از مقدار اون چیزی که میادش برای ما ویتس است و بعد از ویتس پرسیشن هستش. خب ما اگر بخوایم این رو با هم ببینیم و ببینیم به چه صورت عمل میکنه، من میام اینجا یه دونه تعریف میکنم مثلا به اسم ریزالت من مساوی هستش با فرض بفرمایید به این حالت، میام میگم 35 67 56 89 یه عددیه دیگه، یه عدد اینم میذارم 10. یه عدد فلوت تعریف میکنم و این عدد رو الان میخوام پرینت بکنم. خب میایم اینجا الان برای اینکه این کار رو انجام بدیم، من اینم یه ذره بیارم بالاتر، میام میگم که پرینت به من بده. اینجا مینویسم ریزالت مساوی آکولاد. اینجا میخوام از فرمت استفاده بکنم و اون مقدار ریزالتم رو بنویسم. حالا فرض کنید این ریزالت یک
متغیری به اسم R هست و R رو اینجا هم میذاریم. میگیم این ریزالت رو برای ما نشون بده که وقتی اجرا میکنیم همون عدد رو برای ما برمیگردونه. حالا میخوایم این رو بیایم و به اون صورتی که خدمتون عرض کردم استفاده بکنیم و به اون صورت ببینیم. میایم میگیم اینجا R به این حالت باشه 0.2 فلوت، یعنی میگیم دقتش 0.2 باشه. ملاحظه میکنید که تا 36 رو برای ما میاره که البته روندم میکنه. عرض کنم خدمتتون که اگر فرض کنید من اینجا بیام اون مقدار ویتسشو به جای 1 بذارم، فرض کنید 10، از اینجا تا 10 تا برای من میکشه و میاره جلو. تفاوتی نمیکنه اگر من این رو 1 هم بذارم و 2 رقم اعشار داشته باشه، دو رقم صحیح داشته باشه، باز همون رو برای من نشون میده. رقم اعشارش هم با اینجا کنترل میکنیم. الان من اینو میذارم 4 و 4 رقم اعشار برای من برمیگردونه. باز ملاحظه میکنید که این 35 67 اینجا 5 به بالا روند کرده و برای من 68 رو برگردونده. خب این دستور دات فرمت که با هم دیدیم. میریم سراغ روش دوم. روش دوم ما روش اف استرینگ هست. این روش از پایتون ورژن 3.6 به بالا اومده. تو ورژن های قبلی یا پایتون 2 اینها از این روش نمیتونیم استفاده کنیم و وجود نداره. توی این روش به این صورت هستش که ما همون اول یه اف میذاریم بعد استرینگ رو مینویسیم. مثلا من برای اینکه همون مثال قبلی رو بنویسم میام میگم نیم مساویه با سارا، ایج مساوی فرض بفرمایید با سی. این دوتا رو اینجا مینویسم، اجرا میکنم، بعد میام یه پرینت مینویسم و اینجا اول یه دونه اف میذارم، بعد این کوتیشنم رو یا تگ کوتیشنم رو میذارم و حالا اینجا میتونم آکولات بدم که اینجا مثلا می‌نویسم name is، فرض کنید اینجا هم میخوام بذارم age years old و اجراش میکنیم که اینجا این name رو برمیداره میذاره و age رو هم از اینجا برمیداره میذاره. دیگه دات فرمت رو بعد از این ننوشتیم، یه f اینجا نوشتیم و کار تمام شد. خیلی هم خوبه و خیلی هم خوب میشه از این استفاده کرد و به نظر من خیلی جذابه، ولی خب اون روش اول متداول تر هستش. خب دوستان، امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه. وقت همگی بخیر و خدا نگهدار.